بنا به گزارش‌ها در جنگ قره‌باغ کوهی بمب‌های خوشه‌ای به کار می‌برند. اینجا شهری برده آذربایجان است. بعدی حمله در روز 28 اکتبر. دیدبان حقوق بشر میگوید اینها باقی‌مانده‌های موشک‌های خوشه‌ای روسی سمیرچ است. عفو بین الملل نیز گفت در اینجا از بمب‌های خوشه‌ای استفاده بردند. هیچ یکی از این کشورها به اهنامه منع این نوع اسلحه نپیوستند. جنگ افزارهای خوشه‌ای ذاتاً سلاح‌هایی هستند که یکسره می‌کشند و استفاده آنها بر اساس قانون‌های بشری بین المللی منع است. اینجا عاقبت ضربه بمب خوشه‌ای در شهر استپاناکرت در روز 4 اکتبر است. شهر در دست نیروهای ارمنی است. عفو بین الملل گفت متخصصانش معلوم کردند این بمب خوشه‌ای استحصال اسرائیل است. استفاده بر دوام جنگ افزارهای خوشه‌ای به خصوص در محله‌های اهالی نشین بی‌اعتنایی برملا به امنیت غیر نظامیان است. باکو و یروان یکدیگر را به نشان گرفتن غیر نظامیان متهم کردند. هر دو هم گفتند که چنین کاری نمی‌کنند. از زمان آغاز جنگ در ماه سپتامبر صدها ارمنی و آذری کشته شدند. ولایت قره‌باغ کوهی قلمرو اعتراف شده آذربایجان است ولی آن را ارمنی‌های ساکن ولایت اداره می‌کنند. دو طرف سال 1990 برای اینجا جنگ و خونریزی زیاده کردند.